در تاجیکستان حالتهای تبدیل مسجدهای بسته شده به بینای کارگاه و اداره‌های فرهنگی بیشتر می شود. مقامات شهر خوجند روز 21 ایول گفتند که در نیم سال گذشته در مرکز ولایت سوخت 4 مسجد 5 وقته به سبب نداشتن اجازه فعالیت بسته و 3 تای آن به کارگاه تبدیل داده شد. معروف محمدزاده رئیس شهر خوجند در صحبت با خبرنگاران گفت که از جمله مسجد صبر به کارگاه اطلس و ادرس بافی، توتی کلام به کودکستان نطقشان نقصاندار و سری بلندی به داروخانه مبدل شده است. ساکنانی که در محله های خود مسجد الترناتیوی و شرایط نمازخوانی دارند این امر را آرامانه قبول می کنند. کامل جان صابروف یک ساکن محله مسجد صبر شهر خوجند به رادیوی آزادی گفت تصمیمی به کارگاه اطلس بافی تبدیل دادن مسجد بدون ثبت نام با درخواست و رضایت خود ساکنان گرفته شد. ابرار کامل کارشناس محلی نیز گفت تصمیم بستن مسجدهای بدون اجازه و تبدیل آنها به کارخانه و اداره ها دینستیزی نیست، ولی بسته شدن مسجد نزد خانهشان ساکنان پیر و بیمار و نمازگزاران را که باید تا عبادتگاه دیگر 2-3 کیلومتر را طی کنند ناراضی کرده است. تبدیل مسجدهای بدون ثبت نام به کارگاه و مؤسسه های فرهنگی و تربیتی تنها خاص خوجند نیست. این امر در تاجیکستان از سال 2009 بعد به اجرا درآمدن قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه های دینی آغاز گردید. تا کنون 10 مسجد در گوشه و کنار کشور بسته، بعضی آن به مؤسسه های جمعیتی و خانه افراد نیازمند تبدیل داده شدند. مقامات سوخت قبلا گفته بودند که تنها در سال 2015 بیش از 100 مسجد بدون اجازه را در منطقه شمال تاجیکستان بسته به مؤسسه های اجتماعی مثل بنگاه های طبی و کمیته محل ها تبدیل دادند. گذشته از این مقامات مسجد زیاد را باعث به ایجاد تفرقه و گسترش افراطگرایی می‌دانند. بنا به آمار رسمی حالا در تاجیکستان در تقریباً 4000 از جمله در ولایت سوخت بیش از 1000 مسجد باز است. در حال حاضر در شهر خوجند مرکز استان سوخت 37 مسجد 5 وقته، 4 مسجد جامع و 1 مسجد جامع مرکزی رسما عمل می‌کنند.